سلام. تو این ویدیو با هم مفهوم تعیین علامت رو بررسی می‌کنیم و یاد می‌گیریم که چطوری با رسم نمودار به درک شهودی از این مبحث در ریاضیات برسیم. با من همراه باشید. تعیین علامت. منظور از علامت مقدار تابع یا همون ایگرگ تابع است. بیایید این رو ساده تر روی نمودار بررسی کنیم. یه تابع مثال میزنیم. تابع ایگرگ مساوی x. اصولاً توابع مجموعی از ورودی ها، خروجی ها یا همون زوج مرتب ها هستند که در این مثال ورودی هامون x و خروجی هامون y که دوباره مساوی همون x میشن. نقاط رو وارد میکنیم ببینیم چه شکلی به دست میاد. وقتی ما 4 رو وارد میکنیم 4 میگیریم. بنابراین ما نقطه 4 4 رو خواهیم داشت. وقتی 3 رو وارد میکنیم 3 میگیریم. بنابراین ما نقطه 3 3 رو خواهیم داشت. وقتی 2 رو وارد میکنیم خروجی 2 میگیریم. بنابراین ما نقطه 2 2 رو خواهیم داشت و همینطور تا آخر. اگر تمامی نقاط رو رسم کنیم به شکل کلی تابع دست پیدا میکنیم. حالا وقتشه که بریم سراغ علامت تابع یا همون ایگرگ های تابع. تو این تابع میبینیم که از نقطه 0 به بعد x ها وقتی ما چپ و راست میشیم میبینیم که ایگرگ ها مثبت شدن و از 0 به قبل ایگرگ هامون منفی هستن. بنابراین ما یه جورایی میتونیم اینجوری اعلام کنیم که از 0 به بعد در محدوده x ها تابع مثبت و از 0 به قبل در محدوده x ها تابع منفیه. یه مثال دیگه میزنیم. تابع y مساوی x به توان 2. این تابع رو هم رسم میکنیم. میبینیم که علامت تابع از 0 به بعد در محدوده x ها مثبت و از 0 به قبل هم همچنان مثبته و در یک نقطه تابع 0 میشه که حالا ما به مبحث ریشه پیدا کردن و 0 شوندگی تابع در این ویدیو کاری نداریم. پس میتونیم این تابع رو هم اینجوری اعلام کنیم که تابع از 0 به بعد در محدوده x ها مثبت و از 0 به قبل در محدوده x ها همچنان مثبته. حالا که با مفهوم تعیین علامت آشنا شدیم وقتشه که بریم سراغ نوشتار تعیین علامت. همونطور که میبینید 2 سطر داریم. سطر اول x، سطر دوم y و با استفاده از محدوده بندی x ها یا همون قضیه چپ و راست رفتن روی محور تابع علامت y رو مشخص میکنیم. برای مثال تو این نمونه تابع y مساوی x به توان 2 میبینیم که از 0 به بعد y ها مثبت و از 0 به قبل y ها همچنان مثبت وقتی که ما در محدوده x ها چپ و راست میریم. ممنون از اینکه تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. اگر نظری داشتید میتونید تو قسمت کامنت ها و نظرات برام بنویسید. و اگر از ویدیو خوشتون اومد میتونید کانال من رو دنبال کنید و این ویدیو رو لایک کنید. تا ویدیوهای دیگر وقت بخیر. خدا نگهدار.